من یک بورد درست میکنم اسکرام به اسم دیولپ. بعد میام اینجا دو تا امکان دارم، یکی میتونم ورژن بندی کنم، یکی میتونم اپیک بندی کنم، یکی هم حالا تسک هام رو برسم. من با ورژن فعلا کار ندارم توی این لایه دیولپ. شاید مثلا تو لایه استقرار ورژن به درد بخوره که قطعا میخوره، اما من الان تو دیولپم، پس اصلا ورژن برام اهمیت نداره. میام اپیکام رو میرزم اینجا. خب اپیک چیه؟ اپیک همین نارنجی است. این نارنجیایی که تو منو در آوردن، اینا باید اپیکای من باشه. یعنی اونهایی هستن، اون گل‌های اون اهداف بزرگی هستن که با اون اهداف بزرگ باید برسن و منوها زیر اونها تعریف میشن. هر منو یه استوری داره، یه داستان داره، اما این بزرگی داستان نداره. ملیت یه داستان داره، اما اینها همه یه اجناسی هستن که زیر اطلاعات باید قرار میتونن بگیرن. پس من اپیکام رو می‌ذارم اینجا، یه پلاس می‌ذارم، اپیکام رو می‌ذارم اینجا. بعد که ریختم اینجا، شروع میکنم زیر هر کدومشون استوری هام رو تعریف کردن. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتم اطلاعات پایه، ملیت، نوع محصول، فلان 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 فلان، اینا میشه هر کدوم یه استوری. یه دونه کرییت میزنم اینجا. کرییت که زدم، از جنس استوری میام سامریم رو مینویسم، توضیحاتم رو مینویسم. بعد میام فیلم میگیرم. از چی فیلم میگیرم؟ از پروتوتایپ هم میام فیلم میگیرم. میگم که آقا دقیقاً این چیزی که من برای مثلا ملیت میخوام اینه، از اینجا رو همین توضیح میدم، اینه، بعد میشه این، بعد میشه این، بعد اینه، بعد آنه. این و آنها رو من باید حتما مصور کنم، فیلم بگیرم و داکیومنت هم لازمه. حتما باید اینم توضیح بدم که من تنبلی کردم داکیومنت تو این پروژه خیلی نتونستم بنویسم، ولی خیلی وقتا ما حوصله فیلم نگاه کردن نداریم. که میگم ما یعنی من برنامه نویس، 4 تا عنوان اینجا برای من بنویس، من سریع تو 30 ثانیه چشم ببینه چیه یادم بیاد شروع کنم به ادامه. پس تکست حتما لازم هستش و فیلم هم حتما لازم هست. این دوتا هیچ کدومشون همدیگه رو جبران نمیکنن، بلکه هر کدومشون مستقل از همدیگه هستن و باید داشته باشیمش. و بعد این کار که من انجام دادم دیگه، حالا با بقیه امکاناتش توی مرحله دیگه اصلا هیچ نمیخوام کاری هم داشته باشم توی این مرحله و ثبت رو میزنم. شروع میکنم استوری هام رو نوشتن. حالا من اینو بردارم، مثلا استوری ها مثلا اینا هستش، خیلی بیشتر از اینا بوده، خیلیش دان شده توی این مرحله، ولی خب حالا استوری هام فرض میگیریم که این هستش. بعد اینا رو که من انجام دادم، در واقع کار من تمام شده. من باید 2-3 تا جلسه با تیمم بگیرم. اول از همه من رفتم با مشتریم بستم پروتوتایپم رو. خب مرحله به مرحله پروتوتایپم رو بستم. وقتی که رفتم جلساتم رو گذاشتم با مشتری و پروتوتایپم رو بستم، شاید هم ممکنه بگیم که تو جیرا همین کارو می‌کنیم. بله اینم اوکی هم باشه که اصلا بیام همینجا که دارم استوریمو مینویسم و داکیومنت هام رو میذارم رو همین جیرا با مشتری به تفاهم برسم، میگم این مربوط به فلان پروتوتایپ میشه و داستانامو براش بگم و ازش تایید. بعد که ازش تایید گرفتم، اون موقع بیام این تاییداتم رو، یعنی این نتایجی که داشته است رو مستند کردم با این روش که گفتم. حالا جلسه دومی که باید بگیرم با لیدهای فنیمه. حالا یه لید دارم یا 2 لید دارم، یعنی یا بک و فرانت مستقل دارم یا یه نفری که به اصطلاح میتونه به اصطلاح هر دوتاش رو سی تی اویه که میتونه هر دوتاش رو مدیریت کنه. شدم سی تی او نیاد این کارو کنه. بالاخره یه کسی میخوام که رئیس برنامه‌نویسا باشه، رئیس هم تخصصی های خودش باشه. من با اون جلسه میگیرم، من با 2-3 تا پله پایینتر نمیتونم جلسه بگیرم. من با کسی جلسه میگیرم که خودش رو درگیر بیزینس کنه. اگر با بیزینس درگیر بشه میتونه با من صحبت بکنه و بعد بیزینس رو که متوجه شد بیاد کارش رو خورد کنه به تسک ها یا ساب تسک هایی که حالا برنامه‌نویس متوجهش میشه، کراد بگه بهشون، اون با زبان کراد حرف بزنه، من با زبان بیزینس فقط میتونم با این صحبت کنم و اون مترجم زبان بیزینس به کراد رو باید من پیدا بکنم توی تیمم. پس من میام اینجا یه دونه
لایه میام پایین‌تر، تو این لایه که اومدم پایین‌تر به آقای حالا لید وقتی که توضیحاتم رو دادم توی یک جلسه‌ای که حالا مثلا بگیم یه جور اسپرینت پلنینگی باشه، پلن رو بهش توضیح میدم. ایشون بعد این پلن حالا ما یه در واقع این مدلی میرفتیم، حالا من درآوردی هم شاید باشه یه جورایی، ولی خب یه پری پلن میرفتیم، توضیحات رو با ایشون میدادیم، یه بار دیگه مسیر رو چک میکردیم، اگه گیر و گرفتی وجود داشت که من تو لایه دیزاین نتونسته بودم پوشش بدم، اون رو با حتی به اصطلاح لیدمون مطرح میکردیم. از نگاه منطقی اون یه چیزایی اصلا نباید میبود، از نگاه من باید میبود. خلاصه به یه تفاهمی میرسیدیم، این دوتا همپوشانی خیلی خوبی داشتیم. و بعد از این مرحله که من توضیح برای ایشون میدادم، خب همه تیم می اومدن برای همه دور من توضیح میدادم این استوری رو، و در واقع حالا فیلم و داکیومنت گذاشته بودیم، ولی خب شروع کردم دوره این استوری رو توضیح دادن کامل، یک بار دیگه توضیح میدادم. و میبینید که الان عکسش رو گذاشتم، فیلمش هم گذاشتم، توضیحات رو هم نوشتم و خلاصه سعی کردم که منتقل کنم مفهوم رو. بعدش میگفتم خب حالا آیه لید فنی، چه حالا بکی چه فرانتی چه هر دوشی، بیا تسک تعریف کن. توی این روشی که از جیرا من دارم استفاده میکنم دیگه تسک نمیتونم تعریف کنم. توی این لایه تسک ها فقط استوری من دارم، تسک، باگ، اینا رو به هیچ عنوان تو این لایه اجازه نمیدم کسی، نه کسی اضافه کنه نه خودم دسترسی رو میگیرم، اصلا نمیذارم کسی اضافه. فقط اینجا استوری اضافه میکنم. این تیکه مال دیزاینه، یعنی اپیک و استوری مال دیزاینه. از اینجا به بعدش دیگه برای بچه‌هاست، هر ساب تسکی که میخوان بزنن به صورت فنی بزنن، یعنی کرادشون رو اینجا بنویسند. خب این که میگم کراد بنویسن یعنی به زبان فنی بگن که آقا مثلا این رو ایجاد بکنه، همچین کار بکنه، فلان فلان. و اینجا بیان اون لید فنیمون میاد اینجا شروع میکنه به ساب تسک خودش رو نوشتن و زبان خودش رو، زبان من آنالیز رو با زبان برنامه‌نویس مطابقت میده، ازش تسک میکشه بیرون و این تسک ها رو میذاره. خب این میشه تا این لحظه. بعد این تسک نوشتنه در واقع بعد از جلسه اسپرینت پلنینگ اتفاق میفته توی یک بکلاگ گرومینگ. یعنی ما دیگه شرکت نمی کنیم، خود لید با تیمش میاد میگه خب بچه‌ها شنیدیم چی گفتن این لایه دیزاین، الان میخوایم اینو اجرا کنیم، بگیم با چه چالشایی روبرو هستیم، ساب تسکامون رو بنویسیم یا ممکنه خودش بنویسه یا از اونها هم استفاده کنه. بالاخره ساب تسکا رو مینویسه میره تو جلسه بکلاگ گرومینگ، حالا هرچی به یه استیمیت میرسه، میگه آقا باش، اولا که این کاری که تو گفتی مثلا 2 هفته‌ایه یا 1 هفته‌ایه یا مثلا 3 روز است، پس یا یه استوری دیگه بهمون اضافه بکن، مثلا 3 تا استوری رو مداخله بیا برامون توضیح بده، ما تو 2 هفته‌ای که تو مثلا میخوای اسپرینت استارت بزنی، استارت تا اند بزنی، 3 تاشو میتونیم اجرا کنیم با توجه به این گرومینگی که رفتیم. و استیمیت رو به من میدن، استیمیت هاشون رو وارد میکنن و بعد که وارد کردن ما میایم اینجا یه دونه استارت میزنیم، یه دونه عرض به حضور شما کریت اسپرینت میکنیم، حالا بعد اسپرینتمون رو هم استارت میزنیم. وقتی که استارت زدیم خب اندش هم که به تفاهم رسیدیم مشخص میکنیم و بعد دیگه اینجا من مدیر فقط نگاه میکنم که اینا تو چه لایه‌ای دارن توی این اکتیو اسپرینت دارن چه حرکت هایی دارن انجام میدن. مثلا این رو بردن تو این پروگرس بردن تو کد ریویو بردن تو دان و منتظر زمان میشم که این به عمل برسه و هی پیگیری میکنم که آقا این چی شد میرم رو مخشون تا اینا همه حساب تسکاشون رو بیارن توی دان. نکته‌ای که هست حتما باید ساب تسک بخوره ها. اگر یکی داره ساب تسک نمیزنه یعنی داره فالش میزنه، توی تیم خرابکاری داره میکنه و حتما ساب تسک ها رو بزنه تا ما بتونیم جمع کنیم، مدیریت کنیم کار. خب این شد لایه چی؟ لایه دیولپ. من لایه دیولپم رو اینجوری میام مدیریت میکنم و میچرخونم این اسپرینت ها رو هی یه دونه تا برسم به انتهای کار و پروژم رو تموم کنم.
وقتی که این فرایند دیولوپ انجام شد، من هر کدوم از این در واقع استوری هام رو، خب یعنی کار رو استوریا با من هستم، کسی حق نداره تو استوریا دست بزنه وضعیتشون رو عوض بکنه. اگه من گذاشتم تو دو، شما فقط حق داری زیرش رو تکون بدی، ساب تسکاش رو تکون، این رو حق نداری تکون بدی، من باید تکون بدم. من میگم که آقا این پروگرس شد، من بهت میگم که آقا این مثلا بیا این میگم که این پروگرس شد، و وقتی که گفتم این پروگرس شد، عرضم به حضورتون که میرم درست کنم و بعد میپرسم حال در چه مرحله هست، یعنی اگر دانم شده باشه که میگم آقا دان شده. پس این سه مرحله رو برای هر کدوم از این چیزا میرم، برای هر کدوم از این عرضم به حضور شما استوری ها میرم تا به نتیجه برسم. حالا این رو گفتم، این ستون ها رو من باید بگم براتون که این ستون ها چگونه دارن کار میکنن. ستون ها اینجوری دارن کار میکنن که من میام توی این پروژه، میام توی قسمت تنظیماتش، میام تو ورک فلو و اینجا میام ورک فلوم رو مینویسم که دقیقاً چه کار باید بشه، ستون هام به چه شکل، اینو باید طراحی بکنم. من تا اینو طراحی نکنم نمیتونم مدیریت کنم تسک ها رو. این هم باز خیلی اهمیتی داره که بهش رسیدیم سر این پروژه ها، و اگر ورک فلو رو نبندیم هر کی هر کاری میکنه، فقط من یه ستون میبینم که این ستون رفته تو اون ستون، میبینم چون دیمی داریم کار میکنیم. اما اگر ورک فلو داشته باشیم، تکلیف کار مدیریت نگاه برای اون که استفاده کننده است، یعنی اون آقای برنامه نویس، فرق نداره تو چه ورک فلوی داری. تشمیلات اینجا خب خیلی ساده، اینو میگیره میگه تو کجا میتونم بندازم، میگه تو این پروگرس میتونم، میگه تو کد ریویو دان نمیتونه بندازه. چرا؟ چون ورک فلو داره، برد ورک فلو داره. بعد که میندازه توی این، خب کجا میتونم بندازم، یا میتونم برگردونم اینجا، میتونم بیارم اینجا، اینم طبق ورک فلو داره این کار میکنه. خیلی خوب میارم اینجا. بعد کجا میتونم بذارم؟ میذارم تو دان. نه میخوام اینو تو این پروگرس. نه میخوام اشتباه کردم، میخوام اینو داخل مثلا. خب این ورک فلوئه که داره این تعیین میکنه که اینو تو کدوم مرحله بندازنش. خیلی کمک میکنه توی اجرای کار. و من طراحی ورک فلو رو خیلی اهمیت میدم که حالا هر تیم تا تیم دیگه ممکنه متفاوت باشه و باید مطابقت داده بشه رو هر کار. ولی کاری که ما الان انجام دادیم اینه، وقتی که یک در واقع استوری ایجاد شد، زیلش یک ساب تسک ایجاد میشه، این ساب تسک توی تودو هستش، بعدش تو فرآیند دیولپ میفته تو این پروگرس، بعد میره تو کد ریویو، بعد میره تو دیو دان یا دیولپ دان، یعنی دیولپر این رو تمام کرده. و بعد حالا من لایه های این لایه دیولپ هم بود دیگه، قرار شد من 3 تا بورد داشته باشم، یکیش دیولپ، این میشه لایه دیولپ من، از این به اصطلاح 4 استیت داره استفاده میکنه. بعدش میرم توی لایه بعدی. لایه بعدی من لایه در واقع تست و دیباگ. نگاه، من وقتی که یک استوری رو به پایان رسوندم، یعنی گفتم که مثلا این عنوان مثلا 83 تمامش دان شده، هیچ تودویی یا این پروگرسی نداره، میام بر اساس اون ورک فلویی که چیدم میگم که آقا این رفته تو مثلا کد ریویو یا مثلا رفته توی مثلا دیولپ دان. وقتی که شد دیولپ دان، باز بر اساس همین ورک فلو که عرض کردم خدمتتون، بر اساس ایشون من میدونم که اونایی که میره داخل دیو دان میرن توی آندر پروسس تستینگ، یعنی تحت پروسه تست شدن، میاد زیل این. پس من اومدم توی بردم، خب این برد من،
اومدم توی بردم یه کانفیگ هایی رو انجام دادم. بر اساس چی؟ بر اساس این ورک فلو. دقت کنید، من یه ورک فلو دارم، بر اساس این ورک فلو اومدم یه کانفیگ هایی رو انجام دادم. کانفیگ هام چیه؟ هیچی، بردم رو باز الان تو اون اسپرینت هستم، تو این اسپرینت داره هستم دیگه، تو این دیولپر، این دوتا کانبان، تو این دیولپر که اسپرینتی هستم. اینجا من یه دونه برد دارم، اینجا نوشته برد، یه دونه هم اینجا نکته تنظیمات دارم. این تنظیمات کل پروژه است، ولی این برد تنظیمات این بردی که الان من جلوم گذاشته، یعنی این اکتیو اسپرینتی که الان جلو من گذاشته، این ستونا، تنظیمات این ستونای این برده، یعنی برد دیولپ که خودش بکلاگ ها داره، ریلیز ها رو داره، بعد مثلا ریپورت ها رو داره، بعد مثلا ایشوز ها رو داره، این یا مثلا باز کامپوننت ها رو داره، یه عالمه چیزای متفاوتی رو داره. این تیکه تنظیماتش اینجاست. من میام اینجا کانفیگورشون میذارم. تو کانفیگور یعنی میگم ستون هام رو مشخص میکنم. حالا نگاه کنید، ما اومدیم اینجا چیا رو استیت هامون رو مشخص کردیم. گفتیم از این حالت به این حالت، از این حالت به این حالت. به ازای هر استیتی که من اینجا میتونم ادیت کنم و ایجاد بکنم، اینجا به هم چی میده؟ اینجا به هم دقیقاً استاتوس میده، حالا وضعیت میده. بعد من میگم یه ستون الان برام ایجاد کن، بعد اونایی که توی همچین استاتوسی هستن رو بنداز داخل این استاتوسش، این طبق این استاتوس رو بندازش داخل. پس من تو لایه دیولپ میگم که خب اینا تو دوا باشن، این پروگرس ها باشن، کد ریویو باشن و دیودان ها باشن، داخل این ستون ها اینا رو داشته باشن. از یه طرف دیگه وقتی که من اومدم اینها رو گفتم که داخل هر ستون چه چیزهایی رو داشته باشم، کدومی که از این استیت ها رو داخل هر ستون داشته باشم، بعد من اون درگ اند دراپ هایی که داشتم انجام میدادم بر اساس این اتفاق میفته. یعنی من تو دوام رو فقط میتونم تو این پروگرس بندازم، این پروگرس ها فقط میتونم تو کد ریویو بندازم، باز مثلا بک هم گذاشتم مثلا بک این مثلا این پروگرس، باز مثلا کد ریویو میذارم تو دیودان و برعکس. دقت بکنید وقتی که دارید اینو طراحی میکنید، این کلمه ها خیلی کمک میکنه به اون کسی که داره تو این برد بازی میکنه. دیدید که اون یه بازیشو اومدیم با هم دیگه، بازیش هم این بود دیگه. الان یه تونه از اینا هم باز کنم. آفست درست شد. 100 قبلیه که باز شده. خب این بازیه دقیقا با همون ورک فلویی که عرض کردم داره اتفاق میفته. پس این خیلی مهمه و اینکه تو هر ستون چه استیتی قرار بگیرن هم خیلی اهمیت داره برای ما. یه نکته است و یه نکته دیگه بحث فیلترهای این پروژه، این برده که این برد از چه فیلترهایی تبعیت بکنه، اینم خیلی اهمیت داره و اون رو هم باید حتما خدمتون عرض بکنم. میایم تو جنرال، میایم توی سیو فیلتر، میگیم تو این برد چه چیزهایی را ببینم. میگم تو این برد آقا جون فقط مثلا اینا رو ببین دیگه، مثلا اینا رو نبین. تو این برد مثلا حالا کم و زیاد میکنم جنس چیزهامو، جنس ایشوهام رو که فقط این ایشوها دیده بشود، برای که بهتر بتونم منتقل بکنم. نگاه من 3 تا برد داشتم دیگه، یه برد دیولپ داشتم، یه برد تست داشتم، یه برد دیباگ داشتم. الان مثلا من برم داخل برد تست، تو برد تستم من چه چیزهایی رو من باید ببینم؟ خب برام تو اون فیلترش بگردم. پس میرم توی کانفیگور، میام توی جنرال و اینجا ادیت فیلتر رو میزنم. نگاه من فقط گفتم استوری ها رو میخوام اینجا ببینم، چون مدیریت پروژه داره این برد رو کنترل میکنه، نیاز به ساب تسک ها اصلا نداره. خب یا باز بگم خدمت گلتون که اگر من اینجا یه دیباگ داشته باشم، باز بیام اینجا، باز بیام تو کانفیگور، بعد بیام داخل اینجا، گفتم فقط باگ ها رو اینجا بهم نمایش بده، نه هیچ چیز دیگه. تسک و استوری اینا رو بهم نشون نده، فقط باگ رو میخوام اینجا ببینم.
و اینجاست که یواش یواش داره معجزه این کار جیرا نمایش داده میشه. نگاه کنید، من تو لایه دیولپ اومدم این کارهام رو انجام دادم، این مراحلم رو به این شکل پیش بردم، بعد خب تموم شد، کارم تموم شد و اینا همه مثلا دان شدن. اونایی که دان شدن قشنگ معلوم شد این بکلاگ هام بودن، اینا دیگه بعد بازی کنید باش که یاد بگیرید دیگه. این بکلاگ هام بودن، این اسپرینت هم بود، این بکلاگ هام بودن که حالا من میتونم هر کاری رو داخلی مثلا یه اسپرینت بزنم. جلو هم میتونستم تعریف کنم، مثلا میتونم بگم یه اسپرینت 13 رو مثلا تعریف بکن. من هم اول کار اصلا اومدم وقتی که اطلاعاتم رو بر اساس منو ریختم داخل جیرا، اسپرینت مثلا 1 تا 11 رو کلا نوشتم و بر اساس اون حالا درکی از 2 هفته رو که داشتم که این کار تو 2 هفته تمام میشه، اینها رو 2 هفته گذاشتم کنار هم دیگه، 11 تا 2 هفته به وجود آوردم. بعد رفتم توی پیری پلن و بعد پلنینگ و بعدش گرومینگامون و اینا رو گرفتیم. پس این مثلا اسپرینت بندی ها یه چیزیه که باید انجام بشه توسط لایه دیزاین، لایه مدیریت این کار باید بکنه که کار برفته جلو. بعد خب من یه لایه دیولپ دارم، یه لایه که عرض کردم این داستانش از این قرار بود و اگر که اینها به دان رسیدند میان داخل چی؟ میان داخل تست. نگاه کنید، من اینجا گفتم که تو فیلترش گفتم که استوری ها رو اینجا به هم نشون بده، صرف استوری ها رو به من نشون بده. خیلی پس اما استوری هایی رو اینجا به هم نشون میده که وضعیتشون دان شده باشد، این پروگرس نباشد. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینجاست. نگاه کنید، اگر دودان باشد میتونه بیاد تا under process testing. اینجا براش تعریف کردم که در این حالت میتونه بیاد توی این و بعد توی این بردم هم تو قسمت کانفیگور در اومدم گفتم چی؟ حالا این فیلتر که عرض کردم جای خودش داره. بعد اومدم داخل کلون هام گفتم که این آماده تست فرایندیم دودان ها بیاد اینجا نمایش داده بشه. در نتیجه اون چیزی که تو دیولوپر توی برد دیولوپ میاد توی قسمت دان تازه میاد تو قسمت آماده تست فرایندی. اینجوری افتاد اینجا، اومد اینجا. این میگم این برای من خیلی جذاب بود، خیلی فوق العاده جذاب بود، یعنی در حد کیف کردن بسیار زیاد. من کیف کردم که اون لایه وقتی که به دودان میرسن تازه من لایه تست فرایندیم فعال میشه. خب و میتونم این بردم رو داشته باشم روی این در واقع این بردم رو میتونم ببینم اونایی که دان شدن. بعد حالا باز اینم ورک فلو داشتیم دیگه، یعنی گفتیم اگر اومد اینجا این میتونه بره به اصطلاح آندر تست که میشه، یا میتونه بیاد روی آمادگی در واقع ارائه قرار بگیره، یا نه متوقف هستش بر سایر فرایندهایی که بعد اونها هم حالا یا مشکلاتشون حل بشه تو فرایندی که الان هستیم داخلش، یعنی فرایند تست. مثلا من این رو آوردم گذاشتم تحت تست فرایندی، حالا این تحت تست فرایندی یا میره تو آماده ارائه قرار میگیره یا متوقف بر فرایند دیگه میشه. اگر شد به اصطلاح آماده ارائه، عملا دیگه هیچ کار تمام هستش و شما میتونید به اصطلاح جلسه ارائهتون رو بگیرید و اون فیچر رو و اون منو رو ارائه بدید به مشتری. اما اگر متوقف بود تا یه فیچر دیگه، چون نرم افزارهای پیچیده اینجوری هستند دیگه، خیلی وقتا یک فیچر متوقف بر 1000 تا فیچر دیگه است و تا اونا آماده نشن اینم نمیتونه آماده بشه. در نتیجه اینو من میارم میذارم اینجا که بعداً دوباره تستش کنم، بعد که اونی که اومد دوباره بتونم به تستش برسم. و خدمتتون که عرض کنم الان هم توی توی این ورک فلو من اینو دیگه نمیتونم دوباره برگردونم اینجا، این دکمه غلط کردم واسش نذاشتم، برای که دکمه غلط کردم بذارم. آفرین، اتفاقا خوبم شد که من یه دکمه غلط کردن اینجا بذارم
اونم نسخش که از این حالت برگرده به این حالت. من یه دونه ادیت میزنم، از روی این میگم که یه دونه رمزم رو باید بزنم، بگم که از روی این برگرد به devdon. اسمش هم میذارم back to devdon. خب این رو الان من ایجادش کردم، اینهاش و پابلیشو که بزنم اینجا هم یه دونه رفرش کنم، این باز میتونه برگرده اینجا. دکمه غلط کردن براش گذاشتیم. و عرضم به حضورتون که خلاصه اینم از موضوع کانبان بود. بخشید این هم از موضوع تستم بود که فرآیند تستم داره انجام میشه. حالا این تو لایه‌ای که دارم مدیریت میکنم، تستم رو دارم انجام میدم و یکی یکی میکشونم برامش جلو. یه بحثی که هست اینه که من بعد همزمان وقتی دارم تست میکنم بتونم برد باگم رو پر کنم، درست؟ و بچه‌ها الان منابع انسانی من باید بیان رو برد باگ کار بکنم. خب پس من یه دونه برد باگ اینجا ایجاد کردم، کانبان هستش. بعد این برد کانبان من یه تنظیماتی داره، یه تنظیمات خیلی مهمی داره، اونم این هستش که فقط میتونم باگ ببینم اینجا. پس بعد توی ورک فلوم هم گذاشتم که اگر یه چیزی تودو شد بیاد یا این پراگرس بشه یا بیاد داخل ریسولوینگ قرار بگیره. پس اگر من اینجا یه چیزی رو کریت بکنم، از جنس باگ کریتش بکنم، قطعا میره کجا؟ تو برد باگ. چرا میاد تو برد باگ؟ به این علت میاد تو برد باگ که من توی این تنظیمات کلونم توی برد باگ گفتم اونهای قرار بده که تودو هستند. یه نکته، حالا devdon بودنش رو هم باید بردارم، فعلا حالا برای شرایطی فعلا نگهش داشتم، ولی اونایی هستن که میتونن مثلا این حتما اونایی که تودو هستن رو اینجا میتونن نمایش بدن. از اون طرف توی فیلتر هام هم اومدم گفتم فقط باگ هایی رو برای من نمایش بده دیگه، باگ هامو فقط نمایش بده. پس تو کل این پروژه، تو هر بردی، هر کسی تو این پروژه بیاد یه کریت بزنه، یه باگ ثبت بکنه، این باگ مستقیما میاد داخل برد باگ قرار میگیره و بچه‌ها تو برد باگ میبیننش با این روش. و حالا باز برد باگمون هم همون ورک فلوی که عرض کردم رو داره دیگه. الان مثلا اگر اینجا تودوی باگ ایجاد شد، میاد تو ریسولوینگ، بعد ریسولوینگ میره حالا توی ریتستینگ، بعد یعنی در واقع یه باگی گزارش شده، من دیولپر میام اصلاحش میکنم، بعد میندازمش دوباره تو اون لایه تستم که آقا دوباره تستش کنید. بعدش که تستش میکنن، حالا ریتستینگ یا تستینگ، در هر صورت مجددا تستش میکنن، حالا یا میگن نات فیکس یا میگن نه ریسولود شده. این رو دقیقا ما اینجا داریمش. یعنی من الان این رو میتونم بیارم تو ریسولوینگ، بعد یه چیزی که تو ریسولوینگ هست رو میتونم برگردم تو تودو، یا میتونم بذارمش توی ریتست، بعد روی ریتست رو حالا یا میتونم بیاد دانش کنم یا بگم نات فیکسه، درست؟ و باز نات فیکس رو یا میتونم بذارم توی ریسولوینگ و بندر. در واقع اینجا دو نفر روی برد باگ دارن کار میکنن، یکی بچهای تست کار میکنن، یکی دیولپرها. بچهای تست تودوها رو دارن به وجود میارن، بعد بچهای در واقع دیولپر، اونایی که دارن ریسولو میکنن باگ ها رو، از تودو میارنش تو ریسولوینگ، کارشون رو انجام میدن، میدازنش تو تست. اونا کارشون اینه. باز بچهای تست این رو دوباره تست میکنن، یا میدازنش تو دان یا میدازنش تو نات فیکس. باز بچهای دیولپر اونایی که تو نات فیکس هست رو میدازن تو ریسولوینگ، بعد میدازنش داخل ریتستینگ. این فرایند رو ما با این ورک فلو انجام دادیم و خلاصه خیلی حرف زدم. حالا خورد قطعا این فیلم رو میبینید، دیگهش میکنم انشاءالله که نخواید این 50 دقیقه یک ساعته رو اذیت بشید. ولی در هر صورت ما با این فرایند تولید نرم افزار و استفاده از جیرا با این شکل آشنا شدیم
و امیدوارم که تو همه کاراتون موفق باشید.